عزیز من حد سینوس تو پی دوم بالا منفی با پی دوم بالا مثبت فرق نداره. بیا بهت بگم چرا. مگه این محور سینوسا نیست؟ مگه اینجا پی دوم نیست؟ مگه پی دوم بالا منفی نمیشه نرسیده به پی دوم؟ اینجا پی دوم بالا منفی، پی دوم بالا مثبت یعنی یه ذره بیشتر از پی دوم، یعنی اینجا. بچه‌ها هر نقطه رو دایره رو می‌خوایم سینوسش رو پیدا کنیم، مگه عمود نمی‌کنیم به محور ایگرگ ها یا همون محور سینوس ها؟ خب مقدار سینوس پی دوم کمتر و پی دوم بیشتر هر دو کمتر از یکه، یه مقدار کمتر از یکه. یعنی اینجا سینوس من 1 - اینجا هم سینوس من 1 کمتره. تفاضل اینها در هر دو حد به تو میدهد 0 بالا مثبت و در هر دو حد جواب ما 0 است. فکر نکنی پی دوم بالا منفی و بالا مثبت برای سینوس چیز متفاوتی تولید میکنه.